چند روز پیش اومدم پیاز کاشتم با سیر، تازه جوونه زده. قرمز سفید مخلوط کاشتم. جوونهاش هنوز کوچیکه ولی خب دیگه تا چند روز دیگه قشنگ بزرگ میشه. این سمتم سیر کاشتم، اینم تازه جوونه زده. اینجا هم لابلای سیرا تربچه قرمز نقلی کاشتم، چون تربچه زود بزرگ میشه. لابلای سیر معمولا اینجا تربچه باشه، نمیدونم اسفناج باشه، اینا رو میکارم. حالا من تربچه کاشتم. تربچه زود بزرگ میشه، گرفته میشه، سیر میمونه تا اردیبهشت که جمع بشه. اینم باقله که کاشته بودم، یه کوچولو سر از خاک در آورده. اینجا هم این یکی هم داره از زیر خاک در میاد، اگر حلزون بذاره نخوردشون. این قسمت هویج قرمز و زرد کاشتم، یعنی بنفش و زرد. خیلی هنوز کوچولو هم. تازه در اومدم. اینجا هم شلغم کاشته بودم، یه قسمت که بعد زیاد ریختم پرپر در اومده. یه قسمت نگاه هیچی به اون صورت نداره، کمه. یعنی تا اونجا قشنگ پرپر کاشتم. این سم نگاه پره، اون سم هیچی نداره.